سلام بچه کیام ریس گیمر هستم. چطورید؟ خیلی خوش اومدید با یه ویدیوی جدید از یکی از رازهای مرموز بازی جی تی سان آندرس. امروز اومدیم یه راز خیلی عجیب رو بهتون بگیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت و دنبالیاتون نره، بی‌معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. کدوم سیو بود؟ آها این. بچه ها ببخشید چند روزی نبودم نتونستم ویدیو بذارم، کم درگیر سری مسائل بودیم نتونستم ویدیو بذارم. ازتون معذرت خواهی میکنم. خب این راست تو اینجای نقشه هست بچه. اینجاست همین مکانی که خیلی هم نزدیک سنفیه را بچه ها، زیاد دور نیست. نزدیک این روستاییه که بعد از بعد از تموم شدن مراحل لس سانتوس میایم اینجا. نزدیک سنفیرا هم هست، یعنی زیاد دور نیست. دقیقا اینجا این نقشه است. آره بچه ها، ما تا اونجا میرم ویدیو رو کات میکنم. خب بچه ها ما رسیدیم به این جای نقشه، همون جایی که بهتون گفتیم. قشنگ بچه ها نقشه رو بزرگ میکنم بدونین باید کجا بیای. خب بریم سراغ این راز مرموز. فقط قبلش من برم رادیوی بازی رو خاموش کنم. رادیو رو عوض کنم. بچه رادیو رو عوض کردیم. وقتی میایم داخل این متروکه، یکم بریم توی متروکه. یکم میرسیم به این ماشین. این ماشین همونطور که میبینید خیلی خرابه، از ظاهرش هم معلومه. سوار این ماشین میشیم، از این مکان خارج میشیم بچه. از این مکان بازی خارج میشیم و خارج میشیم بچه ها و میریم به جایی که باید اسپری میزنن، جایی که ماشینا اسپری میزنن تو شهر سنفیرو. میریم تا اونجا بچه ها. تا اونجا برسیم من ویدیو رو کات میکنم. خب بچه ها من برگشتم، وارد شهر سنفیرو شدیم. داریم از خیابونای بالا پایینش رانندگی میکنیم. وای خدا، پلیس میپیشه جلو من چیکار کنم بچه. حالا وقتی به جایی که ماشین رو میشه اسپری زد تو تو شهرهای جی تی سان آندرس بیایم، حالا فرق نداره سنفیرو باشه، لاس ونتورس باشه یا لوس سانتوس باشه، خلاصه یه اسپری میایم جایی که اسپری میزنه ماشین رو میایم. خب میایم و این ماشین که مکانش اینجا بود و اسپری بهش میزنیم. و میخوام یه راز عجیب، میخوام بهتون بگم چرا این راز اینقدر عجیبه. حالا میریم اسپری میزنیم. خب الان ما اسپری زدیم، رنگ ماشین قرمز شد آبی، ولی یه چیزی تغییر نکرد. ماشین هنوز خرابه بچه، چون معمولا یه ماشین عادی برداری ببری تو اسپری، تو جایی که اسپری میزنن، ماشین اگه خراب باشه سالم میشه، ولی این ماشین عجیب همونطور که میبینید بدنش هنوز خرابه، شیشاش هنوز شکستن، هیچ تغییری نکرده. ظاهر ماشین دراش پوکیدن. اگه شما درباره این ماشین تو بازی جی تی سان آندرس چیزی میدونید حتما به من بگید.
خب گایز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.